سلام به همه عزیزان، امیدوارم حالتون عالی باشه. تا حالا شده موقع بازدید از یک موتورخونه یا دیدن نقشه توسط صنعتی چشمتون به لوله کشی یک پمپ سانتریفیوژ بیفته و یه سوال ساده اما کلیدی ذهنتون رو درگیر کنه، اینکه چرا لوله ورودی یا همون مکش پمپ همیشه قطر بزرگتری نسبت به لوله خروجی یا دهش داره. امروز قرار خیلی ساده، کوتاه و کاربردی بررسی کنیم که چرا این تفاوت سایز یکی از مهمترین اصول طراحی پمپ هاست و نادیده گرفتنش چه بلایی سر تجهیزات میاره. بیاین از سمت ورودی یا مکش شروع کنیم. اولین و مهمترین دلیل برای بزرگتر بودن قطر لوله مکش کاهش سرعت سیار و کم کردن تلفات اصطکاکیه. وقتی قطر لوله بزرگتر باشه، سیار با سرعت کمتر و آرامش بیشتری حرکت میکنه. اما این سرعت پایینتر به چه دردی میخوره؟ پاسخ در یک کلمه خلاصه میشه: جلوگیری از کاویتاسیون. اگر سرعت سیار خیلی بالا بره، فشار در لوله مکش افت میکنه. اگر این فشار از فشار بخار مایع کمتر بشه، حباب‌های هوا و بخار تشکیل میشن. وقتی این حباب‌ها وارد پروانه پمپ میشن، با فشار بالا میترکن و شوک‌های شدید ایجاد میکنن که میتونه به پروانه آسیب بزنه و سر و صدای زیادی راه بندازه، کاملا پمپ از کار بندازه. پس لوله بزرگتر در مکش یعنی جریان روانتر و خیالی آسوده تر از بابت عدم بروز کاویتاسیون. خب حالا چرا لوله خروجی رو کوچکتر میسازن؟ در سمت خروجی پمپ انرژی زیادی به سیار داده و فشار سیار بسیار بالاست. وقتی فشار بالا باشه دیگه نگران افت فشار یا تشکیل حباب نیستیم. به همین دلیل میتونیم از لوله یا قطر کوچکتر استفاده کنیم بدون اینکه مشکلی در عملکرد پمپ ایجاد بشه. علاوه بر این، کوچکتر بودن لوله خروجی از نظر اقتصادی هم صرفه داره و هزینه لوله کشی و تجهیزاتی مثل شیر یک طرفه و گیج فشار رو کاهش میده. اجزای کلیدی مسیر جهت مرور سریع: شیر ورودی برای قطع و وصل جریان در زمان تعمیرات، صافی جلوگیری از ورود ذرات جامد به داخل پمپ و شیر یک طرفه یا همون چک والو و شیر تخلیه در خروجی برای کنترل جریان آب و جلوگیری از برگشت آبه. گیج فشار و حفاظ کوپلینگ برای پایش فشار و ایمنی اپراتوره. در نهایت این تفاوت سایز ساده بین ورودی و خروجی 3 نتیجه بزرگ داره: بهبود راندمان، بالا رفتن قابلیت اطمینان سیستم و افزایش طول عمر پمپ. امیدوارم این قسمت براتون مفید باشه. اگر به مباحث مهندسی و تجهیزات علاقه دارید حتما پاک ترسای ما رو به دوستانتون معرفی کنید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.